الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. عجیبترین محاکمه در دادگاه یمن. به نام آنی که خالق ما و شماست، خالق آسمان ها و زمین است. پیرمرد از اهل یمن چندین سال بود که از مادر پیرش نگاهبانی میکرد. روز از روزها برادر خردیش به نام غالب نزد او آمده گفت: برادرم، سن و سالت به جای رسیده است و خود نیاز به این داری که کسی از تو پرستاری کند. بگذار مادرم را به خانه ام برم و خود از او پرستاری کنم و خدمتش را به جای آرم. اما برادر کلانی گفت: هرگز، تا زمانی که زنده ام این فرصت را، یعنی خدمت به مادرم را از دست نمی دهم. برادر خردی گفت: من به دادگاه شکایت می برم. وقتی که غالب به دادگاه رفت و از برادرش در این خصوص شکایت کرد، ابتدا قاضی مات و مبهوت شد و سپس برادر کلانی را دعوت کرد و به آنها مشورت داد که با هم به توافق آیند. همچنان قاضی به برادر کلانی گفت: تو چند سال از مادرت نگهبانی کرده ای، حالا بگذار برادرت این کار را ادامه دهد. اما پیرمرد راضی نشد. در آخر قاضی گفت: ما نمی توانیم کاری کنیم. بگذار مادر را اینجا آورید تا خودش تصمیم گیرد. جلسه بعدی مادر را حاضر کردند. قاضی از او پرسید: مادر جان، حالا در این مسئله می خواهیم نظر خود شما را پرسیم. مادر گفت: این دو پسر نور چشمان من هستند، اما پسر کلانیم خود نیز پیر شده است و نیاز به نگهبانی دارد. می خواهم همراه غالب باشم. در نتیجه دادگاه به نفع برادر خردی یعنی غالب خلاصه برآورد. برادر کلانی از این نتیجه سخت ناراحت شد و از شدت گریه اش حاضران را نیز به گریه آورد و همه در آن دادگاه می گریستند. بله برادر و خواهر عزیزم، خدمت مادر به خاطر رضای خدا و شناختن مقام او بود. از این برادران ما باید درس عبرت بگیریم. از برادر خردی متعجب باشیم که برای خدمت به مادر تا به دادگاه رفت و همچنین از برادر کلانی که تشنه خدمت مادر بود. از آنها ما باید درس عبرت بگیریم. این در حالی است که بعضی از فرزندان برای خلاصی از پدر و مادر آنها را به خانه سالمندان میبرند یا آنها را خبر نمیگیرند. برادر عزیزم، خدمت کردن به پدر و مادر این کسب کردن جنت است. پس این فرصت را از دست مده. قدر این را کسانی میدانند که پدر و مادرشان را از دست دادند. الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله.